درود هموطن، امیدوارم کسی خوب، صحت، سلامت و سربلند هم باشین. دوستای عزیزم، شما مردم جلب کردن که چی ما بسیار ایدرنی ماشین نوار میکنم. خیلی گفتم که بیای ماشین بیارم برام نوار کنم. توی مبارک شوه برای همتون. معلوم است یعنی سرلوحه این برای امام علی رحمون است. امام علی رحمون به نزدیکی فرزند چزن داده است و آخران دخترش هم بگیم که شوهر میدوده است. از اینترنت با خبر شدیم از این چیزها، از این بگیم که خبرهای از خونه امام علی، اویده امام علی. برای هم گفتیم امام علی رحمون به هر حال یک تبریک کنیم. امام علی رحمون یعنی که توی مبارک شود در خانت و در خاندان و عائلت. امام علی رحمون 30 سال شد در تاجیکستان، یعنی رهبر هستی. 30 سال می شود و در 30 سال بسیار بگیم که مهربانی با عائلت کردی، عائلت سرجم کردی و از کمترین عائلت بسیارترین عائله ساختی. یعنی بگیم که دخترات شد دادی، نبرات هم شد دادی، زن دادی، نبرادور رو گفتی خودت چبرادور و کونیکوسادور هم شدی در 30 سال. اما بگیم که بسیار ملت یتیم کردی در همین 30 سال. نه کم از میلیون کودک از خطاگی هایت، از اشتباه هایت، نه کم از میلیون کودک یتیم ماند در مدت 30 سال در تاجیکستان. ما که وقتی جنگ شد باز به حساب گویم که نمیگیریم. یعنی میلیون کودک یتیم شد در تاجیکستان. صد هزارها مردم تاجیکستانی از وطن به وطن شد. در تمام کنج دنیا قبرستان تاجیکستانی پیدا شد در همه 30 سالی که خودت رهبری داری. اما تمام خوشبختی را برای اولادت آوردی، در حالی که اگر یگان داماد و یگان کار شود، جدا شود، مرده مانه، تا که نبرد احساسی به پدری نکنه، در حال باز دامادی نو گرفتی، خدات منصب دادی، تمام وزارت نمیدونم چیزها را به خدا و انده و به دامادات تقسیم کردی. اما یک بار هم تو فکر نکردی که در این وطن دیگر تاجیکستانی هم مثل تو حق داشت. هزارها جوانها را از وطن رانده کردی که امروز اونها دیدار مادرشان میخواهند، امروز دیدار پدرشان میخواهند. این همه کاری که تو کردی برای کیفیتی اولاد و اجداد خودت بود. برای مردم تاجیکستان تو چی کار هم نکردی، یگان کار هم. بله، امروز آمدی خوجند باز هم برای بریدن لنته یک کودکستان. خدمت تو فقط بریدن لنته بود، جموندن نمیدونم قفات و رقصیدن و قتل کردن گوییم که تاجیکستانی بود. خصوصا چندین سال اخیر در بدخشان نه کم از 1000 کودک تی یتیم کردی. نه کم از 1000 کودک تی یتیم کردی. نه کم از هزارها زن تی بیوه کردی. نه کم از هزارها مادر از فرزندش جدا کردی. و تی یک بارم هشیار شده این چیز فکر نکردی که چیکار کرده است. و امروز ها باشه خوش خرسندانه اولاد اجداد خودت از پی زیاد کردن او هستی. یعنی شوهر دادن دخترت، زن دادن فرزندت، توی تماشا کردنت، در خانت 30 سال توی کردی و در خانه مردم غم، در خانت 30 سال رقصیدی و خندیدی و در خانه دیگر مردم تاجیکستان 30 سال باز مادر و اشک چشم میریزند.
30 سال باز یتیمو در انتظار پدر هستند. سالها باز کودک ها به پدر کلان می شوند. پدرشون در روسیه و در دیگر مهاجرت غریبی برای لقمه نان کار میکنند. تو وطن پاره پاره میکنی، میفروشی و بین اولادای خود تقسیم میکنی، اما یک بار هم به عرق شیشته فکر کردی که چی شیده ایستاده است عاقبت این وطن؟ و یک گروه رقاص و رقاصه های تو که در گرد تو هر روز میرقصن آبادی تاجیکستان در چهار نمیتری درخت میبینن. در تاجیکستان گاز بد امروز نیست، در تاجیکستان سوید بد امروز نیست، در تاجیکستان بگیم که آب بد امروز نیست، در تاجیکستان کانالیزاسیون ها کار میکردن امروز کار نمیکنن. یگانتاش چهار رقاصت پایتخت آوردی در گرد جمع کردی قاتل دیگر را میرقصن و میگن آبادی تاجیکستان. ابین دیگر منطقه تاجیکستان اون تاجیکستان نیست. من خودم میدونستگی ده ها قشلاقی که وقتش ما مالچرانی میکردیم در جوانی امروز نیست. او قشلاق ها از بین رفت. سبب نبودن ره، نبودن او، نبودن زندگی، حیات، کار، زمین زمان قده و انده های تقسیم کردن گرفتن و جان یافتن مال چرانه نقلن. زندگی حیات اونو از پشت مال بود. امروز ده ها قشلاق هایی که من میدونم از بین رفتن. و تا حال هم باشه در داخل تاجیکستان میرقصی، میبازی، فرزند شو میتی، فرزند زن میتی، نبره شو میتی، نبره زن میتی. اما یک بار فکر کرده ایستادی که عاقبت این وطن چی میشود؟ بله میدونم تا امریکا و اروپا و غیر دولت ها اهل اولادات همش خانه گرفتگی، بگیم که تجارت ها داره، از گوناگون شرکت ها سهمای و شرکت ها را خریدگی هستند. شما یک بار فکر میکنین که بعد از او در یگان جا شما تاجیکستانی گفته سر برداشته نمیتونی؟ روزه میشود طاقت این مردم به جای درکاریش میرسه. روزه میشود طاقت این مردم به جای درکاریش میرسه. یک مدت پیش در بدخشان ارمیه درآوردی مردم کشتی. بعد از یک ماه نگذشته از بین رقاصه ها تا بردی در رستوران گفتی همو گپا آش ارگانیزوات کردی و جوانای گویم بیچاره را ترس از دیگر اگزامین از دیگر چی داده آورده او را در رستوران رقصونده، در بالای خونی همون مردم رقصونده. من تلفن خیلی سوزتر مونم نجمه. در بالای خونی همون جوانا آوردی رقصوندی. و تو باره هم فکر کردی که در جایی که کودک ها یا جوان ها می رقصن در اوجا چندین تا یتیم کودک موندگی بود؟ باره همین چیز فکر میکنی که در اوجا کودک ها یتیم شدگی هستند و در بالای خانه غم مردم تا ارتیست میدروری و می رقصی فقط. تو کی چی تا دوام میدی؟ آیا دیگر مردم حق زندگی کردن در وطن ندارن؟ کدامی که از دهنش گپ برآمد خستی گفتی که او تروریست است، دشمن است، خائن ملت است، همه او را بیرون از تاجیکستان کردی. تاجیکستان برای خودت یک کلوب رقص آماده کردی و یک گروه رقاصات قطعی روزی دروز اینجا دنبا می جنبانی می رقصین، دیگر جدا می رقصین، هم جدا فرمیگردین می رقصین. با یک شن شرفی تو برای بیناموس میارزه که از دوشنبه اومده یک صدیق لنتشه ببری یک کودک خانه را. یک بار فکر کردی فردا در خانه توی است تی امروز اینجا میای لنته بری یا تو لنته را نبری در اوجا کودکستان یعنی آباد نمیشه. شرمنده ترین پراویتل روی دنیا، بدترین پراویتل روی دنیا در همین تاریخ انسانیت و فکرم تو هستی، بغیر از دیگر کسی نیست. خیریت که با یوسف رحمان قدشیده ایستاده بوده، او خودش همو بگیم که تیار وزیر ای اینای
сомон таки келин кардӣ ба и қида тама гарам ягон туалета вазорат кунем сраза ки дар уҷа як вазири дига дар кор мешавад. Дига вазоратҳо да ҷо намонд ки бигем ки як одами оддӣ ё дигар инсон кор кунад. Аз ҷаври қидаҳои ти вазоратҳо ҳам дига буд шид, ҳама вазир шиданд. Магарам ягон чизи нави дига придумат кунем, вазорати туалет, намедонам вазорати ҳоҷатхона аст ё вазорати говхона ҳаст, намедонам вазоратҳои оғилхона, дига ҳамаи чиро номша ба вазорат табдил битем ки то ки қидаҳои ти дар уҷа вазир шида кор кунад. рӯзе мешава Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи намидаку ҷавоб метӣ ва ти авлод кӯдакот ва қидаҳот қатӣ ҷамъ шида дар пеши ин миллатку ҷавоб метита. майда 100% гарантид метам ва рӯзи ҷавобтии ти вазмин мешава. мефаҳмам рустамта ва ғайрата барои спасат кардани худат то ки дар дасти мардум назанӣ инҳоро оварди дар иҷаку ҳаёти инҳоро пихат кардӣ дари дуруни ҷаҳаннам. او در چی نیستن، در راحت نیستن. این جهنم است برای او عاقبتش. جهنم او دنیا نه، جهنم این دنیا هست برای او و این را تختم خوب میدونی. امروز میخوای که با قدا و با انده ها تا که تاجیکستان غصب کنی بگیری، خیلی اشتباه میکنی، خیلی اشتباه میکنی و کوشش میکنی که رقاصه سازی این مردم. البته خیلی اشتباه میکنی. هیچ وقت این مردم رقاصه ساخته نمیتونی. بله طبیعت این مردم طبیعت فرهنگی است، نه که اون معنای را نداره که رقاصه شخصیت باشن که در هر جا خواهی یا را برقصانی. اگر من تاجیکستان بیام تمام جا دکو رقص از اپرد میمونم، دیگر نباید رقص باشه. در کار نیست رقص مودا. بس 30 سال رقصی ما در 300,000 سالی اجدادای ما میرسه. ای بس هموطنوی عزیزم باور کنین همت غریبین، میدونم همت درد دارین، همت عذاب دارین، همت، اما من قائل در طاقت شما هستم، من قائل در ترس شما هستم که واقعا هم شما همینقدر ترس، همینقدر وهم در دلتون موندگی است. شرمنده ترین ملت روی دنیا ما شدیم در تاریخ. شرمنده ترین ملتی که یراق قطعی میدروین میکشن، یه هفته بعد در بالای خون قاق نشیده، لحت قاق نشیده ارتیس میدرورن، رقص میکنن که با ما میریم یه بریده آش میخریم از اونجا و میرقصیم همراهشون. همه اینمی در تاریخ شما نوشته میشود. این یک تاریخ امامعلی نیست، این تاریخ هر یک تاجیکستانی است. همه اینمی دکو جوابگوش ما و شما هستیم، نه امامعلی تنها خودش. همه ما جواب میتیم در این تاریخ. در نسل های آینده نفرت نسل های آینده خدمت میمونیم. توف میکنن که هم قدر بیناموزترین گذشتگان داشتن و امروز که ما میفخریم که گذشتگان ما ابو علی ابن سینا، رودکی، بگیم که حافظ، شیرازی گفته، میفخریم که بعد از ما میومدگی نسل ها نمیفخرن از ما، بلکه نفرت قطعی زندگی میکنن، بلکه نام ما من و ترا مثل یک رقاص، چومو، چوربان، کانچینی، توف گفته نام من ترا گیرن، نه اینکه با فخر، بلکه شرم بدارن که نسل های ما یعنی که اونو نسل ما هستن. افسوس که او انتخاب نداشتن. اگر انتخاب می داشتن از ما تولد نمیشیدن. میگه اونو البته شرم میکنن، البته نفرت میکنن و در دنیا شرمنده ترین ملت، آخران ملت یعنی مردم تاجیکستان شده که در 30 سال رقص بازیده، مردی کاری، غلامی روی دنیا شدیم. کره هست که مردمش غلام شوی نمیمونه در پیش یک کس. با نام قدر بگیم که دیکتاتوری.
جای کسا برو بم برگشنگی در خونه بشی میگه. اما متاسفانه ما واقعا در دنیا نام مردیکار و غلام کوچرو همه چی را گرفتیم. خدا نگهبانتون باشه هموطنان عزیز. خدا کنه روزی از این چیز ما آزاد باشیم. امیدوار هستم آزاد میشیم. فقط وابسته به ناموسی نمی ملت است. اگر ملت خواهد، اگر ملت دانه که فردا یعنی این کاری که اینا کردن، این خاموشی که اینا کردن، بلکه داغ این با 1 2 3 و 4 و 5 پشت، یعنی که این داغ تازه نمیشه. شاید که چندین پشت های ما، چندین نسل های ما با همین داغ زندگی کنن، با همین داغ ما اونا زندگی میکنن. اونایی که حالی در دنیا آمدگی نیستن، اونایی که بعد از 100 سال به دنیا میآیند، اونایی که بعد از 80 سال به دنیا میآیند، اونایی که بعد از 200 سال شاید به دنیا بیاین، اما بعد از 200 سال به دنیا آمده که داغ من تقتی زندگی میکنن. 200 سال بعد از ما آمده بینمی داغ من تو سر برداشته نمیتونه. اون کاری که ما امروز کرده ایستادیم، خاموشی، رقص کردن، کشتن و شکرانه کردن. خدا نگهبانتون باشه، خونتون آباد باشه. خدا کنه که روز مردم ما بخت بیاید. امام علی رحمان توی مبارک شود جوره. خدا کنه که خونه هم تاجیکستانی توی باشه و همه هر آرزویی که اگر در خانواده خودت داشتی، این آرزوها را در ملت هم میدیدی، اگر ملت را بالای دست میگرداند. اما برای نفست 10 میلیون دشمنی عائله خودت کردگی هستی، بغرض از یک چند رقاصه. سلامت سربلند، خانه آباد باشه. باید بردگی امام علی توی مبارک شود. آخران دختر تشو میداده. فکر کنم که دیگر همش خونه دار میکنی، سرجم میشه یک برای رفتن.